عزیزانم، چند روش برای جلوگیری از مصیبت‌ها و غم‌ها و تنش ذهنی می‌خواهم برای شما بیان کنم. اگر می‌خواهید که از غم‌ها، مصیبت‌ها و بلاها خلاص شوید، به روش‌های ذیل بپردازید. روش اول، مشغول شدن به عبادت الله و بندگی خداوند متعال را کنید. کوشش کنیم صادقانه در پیشگاه الله متعال ایستاده شوید و گام به بندگی الله متعال بپردازیم. اگر می خواهیم که در دنیا و در آخرت خوشبخت شویم، عبادت الله را انجام بدهیم. روش دوم، زمانی که مصیبت ها و بلاها بالای ما شما یا کدام مشکل و غم بالای ما شما آمده، فقط قله های نماز را بپردازیم و با 2 رکعت نماز میتونیم که از این مصیبت ها خلاص شویم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود زمانی که کدام مشکل یا غمی برایش می آمد پیش میشد، رو به نماز پناه می برد. سومین روشی که برای جلوگیری از غم‌ها و از تنش‌های ذهنی ما خلاص شویم، توکل به خداوند متعال. خداوند متعال می‌فرماید: "من یتوکل علی الله فهو حسبه". اگر کسی که به خداوند متعال توکل کند، الله متعال برای او کافی است. و سومین روشی که برای جلوگیری از غم‌ها و استرس و مصیبت‌ها می باشد، فکر و نگران گذشته نباشید و امید به آینده داشته باشید. توکل دارن به خداوند متعال کنید و فکر امروزی و حال امروزی رو کنید. اگر امروزی ما درست باشد، فردای ما شما درست می باشد و از دیروز باید ما تجربه بگیریم و به امید به آینده داشته باشیم.